دختر باید با نجابت زندگی بکنه و اون نجابت هم من فکر میکنم به عقیده خود من فکر میکنم همش برمیگرده رو همون مسئله بکارت یک دختر. برای خود منم این مسئله خیلی مهمه و قبل از اینکه عملا بکنم همیشه همین فکر رو میکردم که اگر زمانی من یک زن شدم بتونم واقعا نجیب زندگی کنم، بتونم خودم رو نگه دارم مثل زنهای دیگه که خیلی خانمانه دارن زندگی میکنن، منم همونطور باشم. ولی آخه تو به هر حال میگی که رابطه داری. خب ببینه درست رابطه دارم اما خب به اون معنا که تو فکر میکنی نه. رابطه جنسی دارم اما خب اونجوریم. آره. اما خب از اون نظر اگه بخوای حساب کنیم دوست دارم که زمانی که ازدواج نکردم خودم رو حفظ کنم. دوست دارم که زمانی که ازدواج نکردم خودم رو حفظ کنم. دوست دارم که زمانی که ازدواج نکردم خودم رو حفظ کنم.